عجیبترین خودروی جهانه که بهش خودروی روز قیامت میگن. چرا؟ چون قادره در هر شرایط آب و هوایی به حرکت خودش ادامه بده. رودخانه، جنگل، باطلاق، کوهستان، دریا، در مجموع همه جا. که ایده ساختش برای اولین بار توسط طراح روسی آقای الکسی گاراگاشیان مطرح شد و در سال 2015 به تولید انبوه رسید که ابتدا محصول مشترک روسیه و اوکراین بود، ولی امروزه تنها در اوکراین تولید میشه. اسمش شرپ ATVه که تایرهاش به یک سیستم کنترل فشار باد منحصر به فرد مجهز شدند که به راحتی قادر از هر سطحی حتی تیز و برنده عبور کنه. تا قبل از شروع این درگیری در 3 مدل مختلف تولید میشد: پرو، N1200 و آرک که نسخه استانداردش یا همون اولین مدل اون یعنی پرو 1000 وزنی حدود 1300 کیلوگرم، طولی برابر با 3.4 متر، عرض 2.5 متر و ارتفاعش به 2 متر و 52 سانتی متر میرسه. فاصله کف ماشین تا زمین 60 سانتی متره، ولی ارتفاع هر لاستیکش 160 سانتی متره. اما مجهز به یک موتور 4 سیلندر 1.5 لیتری ساخت کمپانی ژاپنی کوبوتا که این مدل توان تولید 44 اسب بخار، درست شنیدید، 44 اسب، که در مدل آرک توانش به 74 اسب افزایش پیدا کرده. اما نسخه استانداردش گیربکس 5 سرعته داره و گشتاورش به 118.6 نیوتن متر میرسه. ظرفیت حمل 1 تن بار به علاوه 8 تن سرنشین رو داراست. حجم باکش 56 لیتره به علاوه 4 مخزن 58 لیتری داخل رینگ ها، در مجموع 288 لیتر که در شرایط رانندگی ترکیبی مثال رودخانه، کوه، دریا حدود 6 لیتر در هر ساعت میسوزونه. این میزان مصرف بهینه به خاطر موتور کاملا مهندسی شده ژاپنی اونه. حد اکثر سرعتش روی خشکی 40 کیلومتر بر ساعت، ولی روی آب تنها 6 کیلومتر بر ساعته. قیمت نسخه پایش هم بین 50 تا 60 هزار دلاره که با دلار 190 هزار تومان متاسفانه به ترتیب 9.5 میلیارد تومان و 11 میلیارد و 400 میلیون تومانه. به نظرتون میارزه؟ جالبه که بیشترین فروشش